ببخشید ویدیو نذاشتم. خب فوشم بدید فکر کنم. خیلی وقت بود ویدیو نذاشته بودم و میخوای فوشم بدید الان فکر کنم. بعد من درگیر امتحانات بودم دیگه. گفتم بهتون درس و مخش دارم. سری صبح همه چیمون به هم ریخت. لول 12 نگاه کنید. نه آیدیمه امیر حسین 7. این زبدرشو نشد بذارم و اومدیم با یه سری جدید دوستان. سری 1 یو یا بازی میکنیم یا سری 102 ای یا سری 10 یو. صدام هم درست شده. سری 1 الان یه ذره اونجا فعالیت کردم. یه زیاده هم نی. هیچی ندارم. خونه ندارم. اینا رو دارم. اوکی. خب الان من میخوام برم در چوب بزنم. کجا هم اصلا؟ آو مای. شروع کنیم. دوستان یه چیت هوکسید زدم بند شدم. خوبه بند شدم. دوست داشتم چیت هوکسید بزنم. دوست داشتم چیت هوکسید بزنم چیترها رو بند کنم که خودم بزنم. بنم هم که بلد نبودم بشورم. البته نمیخواستم اصلا بشورم. چیت زدم. بازی به این بقایش قشنگ. چه باید چیت بزنم. سیفور هم بذارید. به این دابل چست هم اضافه شده. آپدیت هالووین بودش دیگه. بعد سیفور لومصد 400 تا دمیج میده یکیش دیگه. اصلا باید من بیسم متالی کنم. یعنی دیگه اصلا سنگی هم دیگه گوره باباش. اصلا دیگه خیلی بد شده. نباید اینو حداقل دیوارهای کول اضافه میکردن. 3 تا سیفور میزه یه دونه آهن. حسار باید که خشتک بکشم. یعنی دیگه نمیخواد یه دور بکشم. باید چند دور بکشم. دیگه خیلی بده. این از چی رادیاکتیو هم بودیم. خب آها فهمیدم. خب من و امیر مهدی و مهیار اومده بودیم اینجا بیس ساخته بودیم. 17 ساعت تلفن بود دیگه نیومدیم سر امتحانات. بعد ریختش بیس. متال ندارم. میزن زیادم نمیخوام. برای حد نیزاب گریتی. دوستان بریم نزدیک شهر نسازیم. بتونیم کلی لوت به دست بیاریم. و لاشخوری فقط هم لاشخوری قرار نیست بکنیم. این دفعه فرق میکنه. فقط این دفعه کل این قسمت اصلا نمیخوام برم بیس بسازم. شاید البته برم. این قسمت کلن لوت بسان. خوشگل من عزیزم. خوشگله داشتن تو موش. بیا دیگه. بیا جلو. چرا میترسی از من؟ ببینی چه قدرت من. دوستان بیسه آنلاینه. افتاده دنبال این. اینو بکشش. آره
بابا ولم کن بالا گیری کرد دیگه اینجا رو ولم نکنه شک ولم اومدم یه خرس بکشم نمستانشه تو برای چی میخواست بده به من بابا تو نیازت نیست تو نوب سک نیازت نی اصلا توش کم بوده مف توش حلاله فیسه چرا اینجوری فورتنایت نره باله ریسا دیگه قدیمی شده این دیوار پوچه ها سنگی ها دیگه قدیمی شده میفهمی؟ باید دیگه مطالعه کنی میتال خوب نپریده نپریده یه شلوار دارم پس چه کاری میکنم الان یه تیسی بسازم یا نه الان من سنگ میزنم باید 25 تا بدی خب که میزی کنم سنگه رو نیست بزنم خیلی خوبه این حرکت بله این حرکتی نزنید بده برسی میکنم بله ازش چه باید ها بیتنه حاله توپ زدن دوستان من کات میکنم یه ذره چوب میزنم کلی چوب میزنم و برمیگردم خب دوستان چوب ها رو زدم وستگی ها هم زدم صفره شد بریم به سمت شهر هرچی بیه خونه بند اینو برم میکنم خب بیش برده قراره بنزین ها یه ذره زیادتر شه و یه شاب اضافه شه توی جزیره جدید نمیدونم این اتوبوس خیلی خوب برم
آره شنیدم، من نمیدونم موضوع چیه، چی هست. اما که میدونم دیگه از این بیشتر این موضوع بلدی. سلام خدا. نمیدونم این خونم داره باید این رو بکنم بندازم شد، ولی برای سیزه خوبه فقط نه هیچ به درد نمیخوره، هیچ سرم هم گرفته دیگه میدونی معلومه سرم گرفته کنید چقدر پشتم میزنم روش قدیم که اصلا فایده نداره، یه سیفور بیس هم میریزه دیگه نمیده، کلک هم به درد نمیخوره. بریم شهر ببینیم چه خبره. شهر عزیزم این شبرون شهر عزیزم یاری داشتم، فقط من یه بیت بسازم یه بودم نیشین رفتی بدبخت اولین شهری که یاری داشتم. وایسایی نشدم جاییدن نمیدونم چرا استفاده اصلا بیدم هستم وای آها اسنایپرها اینجا کمپیدن. کوئی کلاهی
که خوبی داره. ای بابا. خب دوستان عزیز، امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. لایک رو بکوبید دیگه. تا یه ویدیو دیگه. خداحافظ.